یک سمینار آگاهی دهی به منظور جلوگیری از واقعات آتش سوزی از طرف مدیریت اطفای قماندانی امنیه غزنی در پهنتون خاتم النبیین این ولایت برگزار شد. مسئولین مدیریت اطفای این ولایت ضمن مفید تمام شدن این سمینار گفت که در سال جاری 1403 13 واقعه آتش سوزی در غزنی رخ داده و این مدیریت در عرصه وقت به آن رسیدگی کرده و از رسیدن خسارات هنگفت جلوگیری کرده است. دوت الحمدلله د غزنی ولایت امنیه قماندانۍ د اوروژنې اطفایي مدیریت په وخت رسیدګي کړې ده او هیوادوال د غزنی میشتې خلک له ډېرو خساراتو چې ژغورلي دي او خساره خو انشاءالله دونه نه ده. په مجموع کې په دغو 14 آتش سوزیو کې تقریبا 80 لکه دغه شاوخوا کې هیوادوالو ته خساره رسېدلې ده او په مجموع کې 80 میلیونه در عین حال اشتراک کنندگان این سمینار میگویند که با آموختن موارد در بخش مهار کردن آتش سوزی در صورت وقوع آن میتوانند آن را کنترل کنند. خیلی ضروری و لازم بود و خیلی چیزای خوبی استفاده کردیم. یاد گرفتیم که مثلا از کاپسولای آتش نشانی چه قسمی استفاده کنیم و تشخیص موقع استفاده کنیم و از چه طریق به چه طریق از استفاده کنیم. بسیار برنامه خوب بود. ما دیگه فهمیدیم که اطفایه چی است، کدام شعبه است، مربوط کدام ارگان میشه، فعالیت از چی است. و دیگه فهمیدیم که ما به خاطر مبارزه با حوادث طبیعی کدام تدابیر را اتخاذ بکنیم، کدام تدابیر داشته باشیم تا از وقوع حریق ما جلوگیری کنیم. قابل یادآوری است که در صورت وقوع آتش سوزی هموطنان می توانند به شماره رایگان 101 اطفایه تماس بگیرند.